سلام دوستان. امروز میخوایم درباره مهارت درونی و مدیریت احساسات صحبت کنیم. تا حالا پیش اومده حس کردی اضطراب یا استرس ذهنت رو پر کرده و نمیتونی تمرکز کنی؟ ما یه روش ساده داریم که میتونه کمک کنه. تمرین کوتاه. وقتی احساساتت شدید شدن، 3 نفس عمیق بکش و تمرکزت رو روی تنفست بذار. بعد به خودت بگو الان حس من اینه و من میتونم باهاش کنار بیام. این کار باعث میشه ذهنت آرومتر بشه، انرژی خودت رو دوباره پیدا کنی و برای تصمیم گیری و خلاقیت آماده باشی. این تمرین رو امروز امتحان کن و ببین چه حسی پیدا میکنی. حتی 1 دقیقه وقت بذار، مهم اینه که انجامش بدی. حالا اگه این اپیزود برات مفید بود، دفعه بعد با دوستانت به اشتراک بذار و با هم مهارت درونیتون رو قوی تر کنید.